گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 246 ب. به رغم چشم تو بی‌پا من از شراب شدم، به رغم چشم تو بی‌پا من از شراب شدم، خدا خراب کند خانه‌ات خراب شدم. مرا در آتش هجران گداختی یک عمر، چه شد که این همه مستوجب عذاب شدم.
فتادم از نظر آن لحظه‌ای که دور شدم. خوشم بگریه که از دست هجر کور شدم. گهی به میکده و گاه در خراباتم، گهی به میکده و گاه در خراباتم. هزار شکر که با اهل درد جور شدم.
محیط گریه و اندوه و غصه و منم محیط گریه و اندوه و غصه و منم کسی که یک نفس آسودگی ندید منم جای چو شمع آب شدم چو شمع آب شدم بس که سوختم فریاد که دیگران ننشستن پای سوختنم به چشم من همه گل‌های گلستان چون خواهم خلید اگر به تماشای گل نظر فکنم یا
بگو به یار کن در پی هلاکت من، بگو به یار کن در پی هلاکت من، دگر مکوش دگر مکوش که خود در هلاک خویشتنم. یا محیط گریه و اندوه و غصه و کسی که یک نفس آسودگی ندید منم کسی که یک نفس آسودگی ندید منم
ز طفلی آنچه به من یاد داد استادم، به غیر عشق برفت آنچه بود از یادم. بکند سیل غم عشق بیخ و بنیانم، به باد رفت ز بیداد هجر بنیادم. همیشه شاد و همیشه خوش باشید. برنامه‌ای که شنیدید شماره 246 ب گلهای رنگارنگ بود که با شرکت خانم الهه و آقای گلپایگانی تنظیم یافته. اشعار و ترانه و آهنگ از عارف، تنظیم و آرمونی از آقای روح الله خالقی، ویولون آقای پرویز یاحقی، گوینده روشنک.